میدونی مدیتیشن چیه؟ بیا یه نقل قول از یک راهب بودایی بهت بگم. تصور کن کنار یه جاده نشستی و تنها کاری که باید بکنی این که اونجا بشینی و فقط ماشین ها رو تماشا کنی. ماشین ها همون افکارمون هستن. به نظر ساده میاد ولی خب گاهی وقتا کاری که میکنیم اینه که به دلیل ترافیک مقدار دچار آشفتگی میشیم و ممکنه دنبال ماشین ها بدویم و سعی کنیم اونا رو متوقف کنیم یا اینکه راه بیفتیم دنبال بعضیاشون و اصلا یادمون بره که ما فقط با اونجا میشستیم و اونا رو نگاه میکردیم. با مدیتیشن ما ذهنمون رو تربیت میکنیم و ارتباطمون رو با اون افکار و احساسات گذرا تغییر میدیم. باید یاد بگیریم که احساسات و افکارمون رو با دورنمای بیشتری تماشا کنیم. آیا گاهی اوقات هدف تمرین رو فراموش میکنیم و دچار حواس پرتی میشیم؟ البته که این اتفاق میفته، ولی به محض اینکه دوباره حواسمون اومد سر جاش باید برگردیم کنار جاده و دوباره بشینیم و ماشین ها رو تماشا کنیم.